هموطنان عزیز، رحمانوف نشرمیده باز به شما پیام میفرستد. چند روز پیش او باز به خلق تاجیکستان پیام فرستاد. از پیام های او، از سخن های او، از عباره های او، از جمله های او تنها بوی فریب، بوی دروغ، بوی مکر، بوی ظلم، بوی ناامیدی می آید. من می خواهم که به رحمانوف پیام نه، من می خواهم که به رحمانوف یک لعنتنامه بفرستم. رحمانوف ظالم، رحمانوف فرعون، رحمانوف که قصاب، رحمانوف کدوشاه، لعنت به تو به خاطر آن که تو برق را به افغانستان میفروشی، ولی کودکان تاجیک از خنکی، از بیبرخی میمیرند. تو آیا شنیدی؟ آیا به تو پیام رساندند که در وحدت از یک عائله 5 نفر 4 کودک و مادرش خواب رفتند در نزد پیچ و از بوی انگشت آنها ففتیدند و دیگر بیدار نشدند. اما این خوابی تو را نپراند. این به سرای کودک کشم میشوه و خواب میکنشه و میره سری خشم میشوه میبیا کمر میرزه. اینه میجه خواب میره، اینه میجه خواب میره. سوید میمره تاریکی، سوید در تاریکی خیلی گز شمال میبیا برف میزنه، همه در طول بده میرسه شمال. کمالوش میمره، بوی کمر میبرویه. 4 کودک اکسای وای بیوید مره فضیله نونگوم کودک کشای نمیتا کمر لغت میکنه بچه کمر میبره. خودش در خواب در تاریکی خدا میدونه میخیزه، درش محکم دیگه نمیتونه. خدا میدونه که خم لغت میکنه گرم میکنه. این نمیت پایونه که پای کودک کشای نمیتا خواب میره خودش جانش میمونه. نمی 4 کودک خطی حیاتی خودش از چیزا با میشه سوید میشه ممکن همین کار نمیشه. سویتک روشن باشه، این هم خیلی پیلتو باشه، خونه گرمک نیست که مردم عذاب میکشه، کار میکنه، میره کمر گیره مگرم علوش خونش گرد کنه. لعنت به تو به خاطر آن که تو 2 میلیون شهروندان تاجیکستان را غلام کردی و در طول همین سال بیش از 1000 نفر نوجوان تاجیکستان را در روسیه سر بریدند و آخرین یک جوانی را در کدام ناحیه روسیه، در کدام ولایت روسیه کشتند و تنش را پاره پاره کرده بودند. لعنت به تو، به هر پاره تن این نوجوان، به هر قطره اشک مادر این نوجوان. Что случилось, парни? Здорово, мужики. Ну, что случилось? Ну, здесь газели. 3 человека. Вы что голые-то? Ну, вот это, форма снимал. Зачем? Не знаю, это моментовый. Менты вас, что ли, обули так? Я ментовый. Уджат где, уджат нет. Это форма гражданский. Это я издеваться. لعنت به تو که تو تاجیکستان را شرمنده کردی. من تو را امام تپک نام کرده بودم و ببین MVF یعنی خزینه بین المللی اسعار امسال به تاجیکستان توصیه کرد که مردم تاجیکستان تپک جمع کنند. تپک کلمه بین خلقی شد، تپک کلمه اینترنشنالی شد و مردم ما را در عصر 21 یک سازمان بین خلقی توصیه میکند که مردم تپک یعنی ریخ گاو جمع کنند. تو ریخ هستی، تو گاو هستی، تو تپک هستی، تو امام تپک هستی. دشواری اساسی ما همین تپک می باشد. از بس که انگشت خیلی قیمت است، گران می افتد. ما در زمستان و تابستان تپک استفاده می بریم. گز و انگشت به ما دسترس نمی شود، خیلی گران می افتد. تو اینقدر بی انصاف، تو اینقدر بی خرد، تو اینقدر بی عقل هستی که تاجیکستان دیگر گویا مال تو شده است.
تو اقلا یک بار به جای پیام دروغ دادن در روزنامه ها بودجت تاجیکستان را چاپ کن که مردم بینند که چقدر در بودجت تاجیکستان درآمد هست و چقدر پول از بودجت به کجا صرف می شود. این در تمام کشورهای دنیا در مطبوعات چاپ می شود. این دیپوتات‌ها محاکمه میکنند، خلق محاکمه میکنند. بودجت تاجیکستان این کیسه مردم است، این کیسه تو نیست و مردم این پول مردم است و مردم باید داند که پول همین دولت به کجاها صرف میکند. لعنت به تو به خاطر آنکه امروز جوانان تاجیکستان از ناامیدی به سوریه، به عراق، به افغانستان، به پاکستان، به کشورهای دیگر میروند. تو گمان میکنی که این جوانان اختیاری به آنجا میروند. آنها مجبور میشوند به خاطر آنکه در تاجیکستان کار نمییابند، به خاطر آنکه آنها رو تو در روسیه هم شکار میکنی، به خاطر آنها که یک سری بلندی پیدا شود تو کوشش میکنی این سری بلند بوری و برای همین این جوانان میروند در میدانهای جنگ را، مرگ را از زندگی در تاجیکستانی که تو به دوزخ بدل کردی مردم نخسر میبینند. غلطیده در خاک و خون شهیدان گلگون شد افغانستان. الله اکبر الله اکبر. هم سنگر گر انتقام من را بشنو نوای من را. الله اکبر الله اکبر. رسیده به آرزو شهیدان گلهای سرخ قرآن. الله اکبر الله اکبر. امام تپک لعنت به تو به خاطر آنکه در همین 20 سال مردم ما رو تو بیسواد کردی. امروز جوانان تاجیکستان، بیشتر جوانان تاجیکستان خواندن و نوشتن نمیتونند. لعنت به تو، لعنت به تو که این جوانان ما آینده ندارند. لعنت به تو که جوانان ما رو از دینشان، از ایمانشان، از ناموسشان جدا کردی. اما بدان نسل دیگر پیدا می شود که دیگر نه تو را، نه فرزندان تو را، نه اولاد تو را زنده نمی گذارد. همون قدر تو ظلم کنی همون قدر پاسخ ظلم سخت‌تر می شود. همون قدر تو سخت‌تر مردم را عذاب دهی همون قدر نفرت مردم زیادتر می شود. چقدر که یک پروژه را من این مثال دوست می دارم تکرار به تکرار آوردن، چقدر که پخش میکنی و این پروژه یک باره کنده می شود و بدون که حتما کاسه صبر مردم لبریز می شود و مردم تو را می روند و آن وقت یک دادا جان عطاالله نه تو را در تمام جاده های تاجیکستان مردم به یک شعار می برند: ای امام ما تو را کشیدگی. دیگر نه تو میمانی، نه قصر تو، نه خانه تو، نه دام تو، نه فرزندان تو، نه نبیره های تو حتما در نزد مردم تاجیکستان در نزد تاریخ جواب میدهی. اما جواب تو جواب سخت خواهد بود، جواب خونی خواهد بود و برای همین هم لعنت به تو. باز یک بار لعنت برای آنکه خلق ما را بدبخت کردی، لعنت برای آنکه خلق ما را کمبغل کردی، لعنت برای آنکه خلق ما را ناامید کردی، لعنت برای آنکه خلق ما را تو در دنیا از همه بیش شرمنده و از همه بیش بدبخت کردی. لعنت برای بودنت، لعنت برای اون که نمیموری، لعنت برای اون که خوابت میبرد، لعنت برای اون که در قاشات سرمه میکشی، لعنت برای زندگیت.